نیوکولونیالیست بین المللی در کشتن افرادی که میخوان به ملت‌هاشون کمک کنن همیشه پیش قدم شده. سالوادور آلینده کشته شده در شیلی، آقای ارنستو چه گوارا در کوبا کشته شده، و حالا که یه نفر آدم مهمل بیخود مثل آقای خمینی یا آقای فیدل کاسترو زنده موندن و مصدق را میخواستن بکشن که ملت قهرمان ایران جلوی این گرفت. با توجه به اینکه من ویدیوهای مختلفی رو در اینترنت گذاشتم که دقیقاً به طور علمی ثابت میکنه که این گروه که اومده انقلاب کرده چی کاره بوده، من یک توضیح دیگه میگم راجع به آقای خمینی. جد خمینی مردی بوده به نام هندی به نام آقای حامد جاجاد. حامد جاجاد در بانکی به نام بانک شاهی در بمبئی دربون بوده. این دربون مسلمان هم بوده، بین هندوها و مسلمان ها درگیری پیدا میشه، این آقای حامد رو میزنن میکشنش. بعد پسری داشته است به نام احمد. این احمد پدر بزرگ خمینی میاد در شهرهای بوشهر که اون وقت معمره بوده، نجف و سامره، و میشه به عنوان مواظب آقای میرزا محمد حسن شیرازی، یک مجتهد، میشه این نوکر و همه مواظب جونش هم بوده. این آقا یک پسر داشته و اسم خود آقای احمد آقا بوده احمد موسوی هندی. این موسوی رو آقای خمینی اضافه کرده، اصلا موسوی نبوده اون وقت. اینا ربطی به خانواده پیغمبر نداشتن، این چاخانه های آقای خمینی. 1839 این آقا پول گرفته و این پولم دولت فقیم انگلیس بهشون داده، گفتم برو آقا جون در ایران یک زمین بگیر، که ایشون در اومده در خمین زمین گرفته. پسری داشته است به نام مصطفی. این آقای احمد موسوی هندی که این آقا فقه اسلامی میخونده در اصفهان، نجف و سامره. معلم ایشون بوده محمد حسن شیرازی. دختر که خانومی که ازدواج کردن به نام حاجی آقا خانوم بوده، اسمش حاجی آقا خانوم، این اسمش اینطوری بوده، مادر خمینی. این دختر آقای میرزا احمد خراسانی بوده، خنساری، میرزا احمد خنساری، یکی از مجتهدای درجه یک. 6 تا پسر داشت، 6 تا بچه داشته، 3 تا پسر 3 تا دختر، که یکی از اون بچه ها که جوانترینش بوده آقای خمینی بوده. این آقای خمینی بدون بحث بچه این آقاست، آقای مصطفی هندیزاده. این آقا وقتی که 5 ماه بوده پدرشون فوت میکنن، اینه میکشن پدرشون. این پدرش هم کی میکشه؟ مردم میکشن. یه درگیری پیدا میشه، آدم شرور بوده مثل خود خمینی، میکشنش. این ربطی به پهلوی نداره، چون اون وقتی ایشونو میکشن اصلا خبری از پهلوی و رضاخان و رضاشاه نبوده. این داستان باز چاخانه های آقای خمینی. خود آقای خمینی همونطوری که ما میدونیم کارمند وزارت اطلاعات دولت انگلیس بوده.
همونطوری که آقای حامد جاجال پدرش بوده و به سلسله مراتب به ایشون رسیده. برای اثبات این من مدارکی رو به دست آوردم که این مدارک ثابت میکنه که آقای خمینی ارتباط مستقیم داشته به نام آقای ویلیام ریچارد ویلیامسون. تکرار میکنم، ویلیام ریچارد ویلیامسون. آقای ویلیامسون در تاریخ 1872 در بریستول به دنیا آمده در انگلستان و در مدرسه‌ای به نام کلیفتون بوده، CLIFTEN، کلیفتون. ایشان کارهایی که کردن رفتن مأمور آقای ویلیامسون که بعدم اسمشو حاجی عبدالله الزبیر گذاشته، الزبیر Z O B امریکا I این ایران R ریچ، رفته مکه اسمش عوض کرده و ایشان دقیقاً معلم و کسی بوده که خمینی رو درس سیاسی داده و گفته تو این کارو باید بکنی، تو این کارو بکنی، این قولا رو بهش داده، قولم ازش گرفته از خمینی. آقای ویلیامسون یا حاجی عبدالله الزبیر خیلی خوب فارسی حرف میزده و در ایران در شهرهای محمره که حالا خرمشهره یا خونین شهره، شیراز، اهواز مسئول بریتیش اینتلیجنس سرویس بوده. طبق مصاحبه‌ای که عمل اومده شخصی به نام کلونل آرشی A امریکا ریچ CHIE، کلونل آرشی یا کریس هولم آرشی مسئول BP بوده، بریتیش پترولیوم در ایران. این رابط دولت انگلیس بوده، جاسوس دولت انگلیس بوده، معلم خمینی و مسئول این بوده که بریتیش پترولیوم نفت رو اونطور بگیره که دلش میخواد. این آقا پدر به حساب سیاسی آقای خمینی در عدن هم بوده و مسئولیت چند تا ناحیه هم با اون بوده، شخص خیلی مهم بوده، از جمله با امارات هم تماس داشته. بریتیش میلیتاری یعنی ارتش انگلیس که در شیراز بوده، شخصی بود به نام کلونل سکای که بعداً شد سر پرسی سکایز SYKES. این شخص ارتباط داشته با این آقای که معلم خمینی بوده، آقای حاجی ویلیامسون. این آقای ویلیامسون تمام کارهایی که بعداً آقای خمینی کرد با انقلاب و غیرزاده، اونها رو دستور آقای حاجی ویلیامسون بوده. بعد آقای ویلیامسون به خرمشهر رفته و در سال 1937 در سن 65 سالگی بازنشسته شده. این جریان حاجی ویلیامسون یا آقای که اسم اصلیشون بوده ویلیام ریچارد ویلیامسون، ویلیام مانند ویلیام، ریچارد ویلیامسون WILLIAMSON، میتونید شما در اینترنت هم ببینید. آقای خمینی به هیچ وجه نمیتونن مدعی بشن که واسه دولت انگلیس کار نکردن
آقای خمینی و دوروریاش مستقیما برای دولت انگلیس کار کردن. حالا هم نفت و گاز در جنوب مجانی میدیم بهشون از طریق قطر، حالا هم به روسا میدیم از شمال. به هیچ وجه آقای خمینی و دوروریاش که تا حالا کتمان کردن و نگفتن شخصی به نام ویلیام ریچارد ویلیامسون از بریتیش اینتلیجنس سرویس آقای خمینی رو شاخ کردن و زدن تو قلب ملت ایران وجود داشتن. اصلا این اسم وجود نداره، تاریخ ایران وجود نداره، کلمه هندیزاده وقتی که ایشون اومدن وجود نداره و اینکه پدر ایشون از آبا جد ایشون هم واسه انگلیسی کار کردن وجود نداره. این رو من لازم داشتم که توضیح بدم، هرچند که گفتن این خطر داره برای جون من، اما برای اینکه ایرانیا بدونن که چی به چی هست، دولت فخیمه انگلیس در ایران برنامه پیاده کرده. بریتیش پترولیوم که امروز در جهان هست مشتق شده، به وجود اومده از انگلو پرشین اویل کورپوریشن. انگلو پرشین اویل کورپوریشن شرکت نفت انگلیس و ایران بوده که اون وقت پارس نامیده می شده، که به وجود اومده که بزرگترین پالایشگاه دنیا هم در خرمشهر بوده. تمام اینها درآمدهای انگلیس از نفت از ایران به وجود اومده و توسعه اقتصادی، توسعه فنی که انگلیس داشته از 1910 به بعد همه مرهون ایران است. این برای این لازمه که گروهی که اومده انقلاب کرده میگه ما انقلابیم بفهمه که همه ملت ایران نفهم نیستن، همه ملت ایران خوب میفهمن. منتها از ترس جونش بنده نمیترسن. بنده ترک آذری تبریزی هم و میگم که آقای خمینی شما مسئول بریتیش اینتلیجنس سرویس بودی و کسی که شما رو درست داده، پدرت هم پول زمینش گرفته اومده خمین پدر بزرگ این خونه خریده، اون انگلیسی ها به پدر بزرگ تو دادن و تحصیلات تو رو هم انگلیسی ها دادن و تحصیلات تو رو یه مقدار زیادشو انگلیسی ها دادن و بعدا هم انقلاب تو رو اونا کردن. انقلابی میاد تو ایران انقلاب میکنه، انقلابی که تو بیرون انقلاب نمیکنه. شما نمیتونی بگی در مقابل ملت ایران تمام این انقلاب رو شما کردی، اصلا انگلیسی هم هیچ سهمی نداشتن. پس چی که داشتن؟ آقای ویلیام ریچارد ویلیامسون یا آقای حاج عبدالله الزبیر معلم شما بود، مسئول شما بود، به شما درس سیاسی میداد. آقا بعدم این کارها که شما کردید همه تا حالا به نفع دولت خارجی بوده.